خداوند تحویل دشمن بهش بده. بچه‌های میدان کاری کنه که همین زبان مادری را گم نکنه. زبان مادریش را گم نکنه. پدر و مادر رو با خدا قسم اگر شما با همین افتخار داشته باشید که بچه من روسی را یاد بگیره، این روسی را یاد گرفتنش که مشکل نیست. همینجا زندگی داری میدان هم یک ماه اگر 2 ماه تلویزیون را نگاه کنه روسی را یاد میگیره. اون که شما از صدیق سر کردگی تو مکتب رو میبرید میخونید شما. لیکن از همه مردی همه که شما زبان مادری تون گم نکنید. این بسیار برای شما یک افتخار است که تو وقتی میبری بچه‌کات یا دخترکات خانه ماماش، خانه باباش، خانه اولادش، اونها مقصد وقتی این سخن تاجیکی ما چه شیرینه یک راحت رو اوچه و تر گپ زنه چه گپ میزنه. وقتی بچه تو دختری تو نمیدونه نمیفهمه. وقتی پیامبر نازنین گفت که داخل نمیشه در جنت کسی یک ذره از کبر داشته باشد، مردی گفت که مقصد این الرجل یحب ان یکون ثوبه حسنا و نعله حسنا. حضرت این لباسای زیبایی که ما داریم، پایافزاری زیبایی که ما داریم، ما از زمره متکبرات شو گفتیم ان الله جمیل یحب الجمال. خدا زیبا را دوست می‌دارد. این سر فرمای مولای طارمی چقدر شو گفته این نشانه اون نیست که برادر ما از زمره آدمای تکبر باشنه. خدا زیبا نه که زیبا را دوست می‌داشته، بلکه گفت الکبر بدتر الحق و غمط الناس. پیامبر هیچ کسی که مردم تحقیر میکنه، مردم اصلا هیچی نمیشمارد، یا بدتر به معنای در برابر الله مهربان و فرمانی میکنه. من داشتم که برای بعضی پدر و مادر فقط دختر میتیم و بچه نمیتیم. پادشاه ها رو من میدانم دختر دارن بچه ندارن. من داشتم که بچه میتیم، بعضی پدر و مادر رو دختر نمیتیم. خدا بگه من داشتم برای شما هم بچه میتیم و هم دختر میتیم، و من دستون برای بعضی شما نه بچه میتیم و نه دختر میتیم. از دستون چی میبیاد؟ او کارخانه خوردگه که نامش رحم است عزیزی من، در اونجا نزد و تصرف دارد و نه تو، او در اختیار خالقش است. شاید خداوند برای کسانی که دختر میتی بچه نه میدانه که دختر داشتن براش خوب است از بچه داشتن. عزیزانی من، از بچه های میزد و دزد و آدم کش